زن افغانی اونجاش توپل و سفید بود. توی روز چند بار باهاش نزدیکی داشتم تا اینکه سلام دوستان، به کانال اعترافات شما خوش اومدید. تا پایان این داستان واقعی و جذاب با من همراه باشید. سلام، اسم من سودابه هستش، دختری از دیار افغانستان. نمیدونم داستان زندگی پر از مشکلات و سختی خودم رو چجوری براتون تعریف کنم. سر کلاس و مدرسه بودم و که پدر و مادرم دستمو گرفتن و با اجبار نشوندن پای سفره عقد. از دنیای نوجوانی کجا تا دنیای زندگی متحرک. وقتی که 11 سالم بود ازدواج کردم. کاش این رسم کودک همسایی در افغانستان ریشه کن میشد. شوهرم بد اخلاقی بود و مدام از من کار میکشید و شبا هم ازم نزدیک‌های بدجور میخواست. اصلا یه جوری چیزایی میخواست کلاً به عقل آدم نمیرسید. مگه یه دختر 11 ساله چقدر توان داره؟ نمیخوام پدر مادرمو نفرین کنم. بله، اونا مشکلات زندگی منو باعث شدن که من اینجوری زندگیم پیش بیاد و این همه سختی هم به نظرم تقصیر اوناست و بعد نباید زود ازدواج میکردم. تو سن 13 سالگی باردار شدم. بعد از چند وقت سخت و اینا با اون همه عذاب اینا باز بارداری های مجدد بچه ها مدام سخت میشدن و همسرم تو این دوران هی اصرار میکرد که دوباره بچه میخوام و من اصلا برای چی با تو ازدواج کردم و دکتر بهم گفته بود که تا 2 سال نباید باردار بشم بعد اون بارداری اولم و اونا هم هی اصرار میکردن و خانواده همسرم اصرار داشتن که بچه بیارم. وقتی دیدم من نمیتونم تا 2 سال دیگه بچه بیارم و حامله بشم تصمیم گرفتم برای پسرشون یه زن دیگه بگیرن. در افغانستان در خانواده ما چیزی به اسم طلاق وجود نداشت. دختر با لباس سفید میبایست بره خونه شوهر و با کفنم میبایست برگرد که مجبور شدم تن به این خفت بدم و شوهرم بره همسر دیگه بیاره و برای من هوو بیاره. روز عقد و عروسی همسرم بود که من مدام اشک میریختم و اونا شادی میکردن. چند بار از مامان بابام خواستم که دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم و خواهش میکنم بذارید طلاقمو بگیرم، اما گوش نمیکردن و میگفتن هر چی شوهرت بگه. مردم از ظاهر میگفتن زندگی خوبی داره و همه چیز براش مهیا ولی من 2 بار خودکشی کردم. نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، هر 2 بار نجات پیدا کردم و شوهرم هر شب مست میکرد و میافتاد به جون من و اون زن دومش. از اون میخواست 2 نفری باهاش نزدیکی داشته باشیم و هر کی بهتر میتونست راضیش کنه جایزه داشت. همون که اسمش مریم بود، زن دومش تشنه پول و لباس بود. اون قدر تلاش میکرد که شوهرم ببرتش بیرون و براش لباس بخره. هر روزم به همین روال میگذشت و تا اینه به خودم نگاه میکردم. از اون دختر خوشگل 11 ساله هیچی باقی نمونده بود. چقدر شکسته و داغون شده بودم. گریه میکردم و مدام پدر و مادرم رو لعنت میکردم. تا اینکه دیگه نمیتونستم این زندگی رو تحمل کنم و تصمیم گرفتم از افغانستان به ایران فرار کنم. به کمک یه نفر که 4 نفر دیگر رو برده بود ایران، تونستم بدون رضایت شوهرم از اونجا بیام و وقتی که به ایران رسیدم طعم آزادی رو چشیدم. خدای من چقدر کشور قشنگی بود. اولین شهری هم که رفتم شیراز بود. طلا زیاد داشتم، همه‌شون رو فروختم تا بتونم یه جایی پیدا کنم، اما خونه با بودجه من پیدا نمیشد. هرچی بود از اون زندان بهتر بود و حتی با پدر و مادرم خداحافظی نکردم و دلم نمیخواست ایشات ببینمشون. خودشون مسبب تمام مشکلات من بودن. تو افکار خودم غرق بودم و توی پیاده‌روی نشسته بودم. یه نفر یه مقدار پول پرت کرد جلو، فکر کرد من گدا هستم. تقریبا یه جوون 30 ساله بود. بهش گفتم آقا من پول احتیاج نداره، من اینجا نشستم و گدا نیستم. بعد بهم نگاه کرد و گفت حالا هر چی برای خودت باشه کمکی بهت میشه و با عصبانیت گفتم آخه کجای قیافه من به نیازمند میخوره و خندید و گفت دختر جوون قیافت نه ولی لباسات چرا. نگاهی به خودم انداختم، راست میگفت، لباسام خیلی کثیف بوده. چون 4 روز خونه نداشتم و که برم حموم و گفتم شما خونه سراغ ندارید برای اجاره؟ من افغانستانی هستم و الان 1 هفته است که دنبال خونه میگردم و مجبور شدم شب تو این پارک بخوابم. اون من نزدیکتر و گفت اسمت چیه؟ چند سالته؟ تنها هستی؟ گفتم اسمم سودابه است و 25 سالمه و هنوز مجردم و دوست نداشتم بدون یه زن متعلقه هستم و گفتم بیا دنبالم. نمیتونستم بهش اعتماد کنم. همونجا سر جام وایساده بودم. بهم گفت چرا نمیای؟ میخوای تا صبح اینجا وایسی؟ گفتم من چطوری باید به شما اعتماد کنم؟ اونم گفت من حرفی ندارم، میتونی اعتماد نکنی. البته حقم داری، اما مسلمان از خوابیدن توی این پارک خیلی بهتره. یعنی یه مش دزد و معتاد بخوابی خیلی بهتره. این حرف رو زد. حسابی ترسیدم و وسایلمو سریع جمع کردم. همراهش راه افتادم. رفت سمت موتورش و گفت باید با موتور بریم. گفتم چرا با موتور؟ گفت توقع داشتی با بنز بیام دنبالت؟ شما تو افغانستان با چه ماشینی میرید بیرون؟ پسر حاضر جوابی بود و منم سوار شدم و هیچی بهش نگفتم.
چون یه جورایی داشت بهم خوبی میکرد و سوار موتور شدم و بینمون کیف و وسایلمو گذاشتم تا بهش نچسبم. روی موتور مدام از خودش و خانواده‌اش تعریف میکرد. پدرش فوت کرده بود و با مادرش تنها زندگی میکرد و هنوز مجرد بود. ازم پرسید چرا از افغانستان اومدم ایران و براش تعجب بود که چرا تا حالا ازدواج نکردم، چون اعتقاد داشت دخترای همسن من که تو افغانستان هستن چند تا شکم تا حالا حامله شدن و منم مدام موضوع میپوشیدم و گفتم ما از اون خانواده‌ها نیستیم. تا اینکه به یه محله رسیدیم. خیلی شلوغ بود. رفت داخل کوچه و از موتور پیاده شد و رفت داخل یکی از خونه‌ها و بلند میگفت یالا مامان مهمون داری. مادرش یه زن توپر و خوش‌تیپ بود و منو دید گفت مهمون خارجی آوردی فرزاد. گفتم یه جورایی دنبال خونه هست و مامانش گفت چرا آوردیش اینجا، مگه اینجا کاروانسراست؟ فرزاد گفت مامان گیر نده. اتاقای بالا خالی هستن و گناه داشت و خیابون بود و مادرش به نظرم راضی نبود و با اجبار قبول کرد. بهم گفت بیا کنارم بشین و مدام ازم سوال میکرد که خانوادت کی هستن و چرا اومدی ایران. منم مدام از جواب دادن تفره میرفتم. دستمو گرفت و برد داخل یکی از اتاقا. گفت اینجا میتونی تا چند روز زندگی کنی و گفتم آره خانم نگران نباشید و میتونم اینجا زندگی کنم. ازتون خیلی ممنونم. اجارتون چجوری باید پرداخت کنم؟ بهم گفت یه 4 روزی مهمان ما باش تا بعداً در موردش صحبت میکنیم. اتاقا رو تمیز کردم و وسایلمو چیدم. فرزادم کمکم میکرد و هوا خیلی گرم بود. روسریمو کمی باز گذاشتم. متوجه نگاههای فرزاد شدم که سریع خودمو جمع جور کردم و مامانش برامون چای آورد و خسته نباشید گفت. از همون روز اول حس غربت گرفته بودم. از فرزاد خواستم برام دنبال کار بگرده. برای خرج و زندگی به پول نیاز داشتم. هر جا که میرفتم مدرک شناسایی نیاز داشتن و منم چیزی همراه خودم نداشتم و بهم کار نمیدادن و کلافه و خسته برمیگشتم خونه هر روز. فرزاد بهم گفت با این اوضاع نمیشه برات کار پیدا کردم و گفتم چیکار کنم. اینجوری نمیتونم دووم بیا و تا کی تو خونه شما مجانی بشینم. اومد سمتم و گفت تا خودت تا حالا تو آینه نگاه کردی؟ گفتم منظور چیه؟ گفت آخه حیف این اندام و صورت نیست که نشه ازش استفاده کرد. اخ میکردم و گفتم منظور چیه از این صورت و اندام میشه استفاده کرد؟ بهم گفت میدونی اینجا واسه یه شب موندن پیششون چقدر پول میدن؟ یه سری محکم زدم تو گوشش و گفتم چی میگی عوضی؟ یعنی من باید تنفروشی کنم اینجا؟ اومد نزدیکم که مامانش اومد داخل و اتاق گفت فرزاد داخل داری چی کار میکنی؟ میخوای دختر مردم رو بزنی؟ با عصبانی رفت بیرون و نشستم و بلند گریه کردم. مامان فرزاد اومد کنارم و گفت چرا داری گریه میکنی دختر؟ پسرم میخواست تو رو بزنه؟ بهش گفتم نه اینجوری نیست. بلند میگفتم هیچ جا بهم کار نمیدن و اون زنی که فکر میکردم اخلاقش بده اومد کنارم و دستم و گرفت و گفت نگران کاری بیا با هم سبزی و ترشی میفروشیم همینجوری که ما داریم زندگی میکنیم. اگه به این پسر احمق بود تا حالا باید از گرسنگی میمردیم و من سبزی و ترشی میفروشم و خرجمون اینجوری در میارم. این که دیگه گریه کردن نداره. بیرون بهت کار نمیدن اشکال نداره. تو خونه با هم کار راه میندازیم و با حرفاش دلم آروم شد. اما از حرفای فرزاد حس خوبی نداشتم و دلم نمیخواست دیگه تو اون خونه باشم، چون از طرف فرزاد مدام احساس خطر و ناامنی میکردم و بعضی وقتا میگفت کاش هیچ وقت بعضی وقتا با خودم میگفتم کاش هیچ وقت بهش نمیگفتم که از افغانستان فرار کردم و این اوضاع رو برام بدتر میکرد. من هر روز کنار زیبر خانم مامان فرزاد کار میکردم و با هم ترشی درست میکردیم و خودش میبرد و میفروخت، چون من اگه میبردم بازار کسی هم ازم نمیخرید و اون میبرد و میفروخت. توی حیاط تنها نشسته بودم که فرزاد با کلافگی و خستگی وارد شد و کنار نشست و آبی به صورت و دست و صورتش زد. سیگارش رو روشن کرد و گفت تا کی میخوای مثل سگ کار کنی تا اینجوری ترشی بفروشی؟ و مامان منم خودش رو مسخره کرد و گفتم به خدا اگه یه بار دیگه از بهم پیشنهاد بدی همه چیو به مامانت میگم. اومد نزدیک صورتم و گفت دلت میخواد اینجا بمونی یا نه؟ با ترس نگاهش کردم و گفتم معلومه آخه فرزاد من جایی ندارم برم. بهم گفت چی تو رو آورده اینجا؟ گفتم شما. گفت کی مادرش رو راضی کرده تا بتونی اینجا بمونی؟ گفتم معلومه شما. حالا من میگم جمع کن از اینجا برو. گفتم تو رو خدا با من این کارو نکن، من جایی ندارم برم. گفت پس تو خونه خودم برام خطونشون نکش و یا ازت کاری که خواستم رو انجام بده یا همین فردا صبح جمع پلاس رو جمع میکنه و از اینجا میزنی بیرون. به مامانم هم میگم که دیگه نمیشه اینجا بمونید. با حالت بغض ناراحتی نگاش کردم و اونم سیگار میکشید و میگفت تو فکر کردی میری با 4 تا معتاد نزدیکی میکنی؟ نه، من برات یه کیسایی رو پیدا میکنم که آرزوی هر دختری هستش که باهاشون باشن. پس به بختت پشت پا نزن و خودت اگه تا 2 ماه کار کنی دیگه اصلا نیازی نیست کار کنی و بعدش میشینی با پولت عشق و حال میکنی. به من اعتماد داشته باش. با حرفاش یه جوری شدم و
مجبور شدم تن به این خواستش بدم و قبول کنم. مجبور بودم به زیبا خانم بگم که خدا رو شکر کار پیدا کردم و باید برم. شایدم مجبور باشم 3 شیفت برم و بعضی شبا خونه نیام. فرزادم حرفامو تایید میکرد و با فرزاد رفتیم بیرون. 2 دست لباس نو و 2 دست لباس زیر گرفتم که بتونم بپوشم. من میپوشیدم و فرزاد انتخاب میکرد. گهگاهی هم خودش بهم دست درازی میکرد، اما حدودش رو رعایت میکرد. بعدش منو رسول آرایشگاه تا موهامو رنگ کنم و یه دستی به سر و صورتم بکشم. زمانی که فرزاد منو دید باورش نمیشد. گفت تو ملکه هستی دختر، چقدر خوشگل شدی. قول میدم تو یه هفته چنان پولا رو پارو کنی که نتونی جمعشون کنی. باهاش باید لبخندی زدم و گفتم هیچی نگفتم و منو برد کبابی و یه کباب خوردیم و منو رسوند خونه و قرار شد مشتری برام پیدا کنیم. یه مشتری خوب و دست به جیب. زیبر خانم وقتی منو دید باورش نمیشد. گفت حسابی به خودت رسیدی دختر، نکنه خبری هستش. با حالت خجالت گفتم نه زیبر خانم. رفتم تو اتاق و شروع کردم به گریه کردن. دلم حسابی گرفته بود و برای پدر و مادرم دلم تنگ شده بود. با خودم فکر میکردم الان چیکار میکنن و با اینکه ناراحت از دستشون ناراحت بودم، ولی خب بهم زور کرده بودم، ولی خب بازم دوستشون داشتم و تو افکار خودم یه جوری دوستشون داشتم. یه دفعه گوشیم زنگ خورد و فرزاد بود و با خوشحالی گفت بعد مشتری پیدا کردم و امشب آماده باش میام دنبالت، باید بریم یه مهمونی. همین که گفت مهمونی دست و پام لرزید. نتونستم خودم رو کنترل کنم و ترسیده بودم مگه قراره با چند نفر باشم. نزدیکای شب شد و فرزاد اومد دنبالم و من رسول نزدیک یه خونه. وای خدای من، خونش مثل یه عمارت بزرگ، دقیقا مثل توی فیلم ها بود. یه خونه شیک و با کلاس و خلاصه خیلی مجلل بود. فرزاد در زد و با هم رفتیم داخل و داخل عمارت قشنگ، مثلا داخلش خیلی قشنگتر از بیرونش بود و یه آقای جوانی روی صندلی نشسته بود که به فرزاد اشاره کرد بده بیرون. میخواست با من تنها صحبت کنه و بهم گفت بشین. سرم پایین بود و اصلا نمیخواستم تو صورتش نگاه کنم. بهم گفت افغانی هستی؟ با صدای لرزون گفتم بله آقا. گفت نترس، کار زیادی ازت نمیخوام. باید امشب توی مهمونی این نقشی برای من بازی کنی. تعجب کردم و گفتم جلوی کیا، که سرم داد زد و گفت به تو چه ربطی داره؟ کی هستی که بخوای از من سوال بکنی؟ اینجا من سوال میکنم تو جواب میدی. بیشتر از اینم نمیتونی سوال کنی. با بغض گفتم بله آقا. نمیدونستم. خودم گفتم که این پولدارا فکر من نعوذ بالله خدا هستن و با هر کسی اینجوری رفتار میکنن و بهم گفت دوست داری چقدر دستمزد بگیری و گفتم هر چقدر خودتون سلام بدونین آقا. برام یه چک 100 میلیونی نوشت. سرمو به نشونه رضایت تکون دادم و باورم نمیشد که این مبلغو توی یه شب جمع کنم. اصلا نمیتونستم تو خواب ببینم که واسه یه شب انقدر پول جمع کنم و بهم گفت خوب گوشاتو باز کن. اسم من متین و فامیلیم هم شایسته هستش. از مشروب متنفرم. همیشه دستم توی جیب خودم بودم و تو امشب نامزد منی و خواست خندم میگیره و که جلوی خندم رو گرفتم و گفت اسم تو چیه؟ باید بدونم که امشب ضایع نشم. گفتم اسم من سودابه هستش. کمال پررویی گفت من از اسم زیاد خوشم نمیاد و من سانا صدات میکنم و چطوره؟ خوبه؟ با بغض گفتم اشکال نداره، پس حواست باش. چی ندید؟ تعجب کرده بودم. رفتیم خونه و دوباره روز بعد تاکسی گرفتم و اومدم امارت. وقتی قرار بود مراسم امشب باشه و وارد امارت شدم و با دیدن پسرت اصلا برق از سرم پرید. یه دست کت شلوار پوشیده بود و چارشونه و خوشتیپ. وقتی منو دید کمی اولش خندید و گفت دختر این چه آرایشی کردی؟ خیلی یه جوری زشت شدی. برو عوضش کن. و من ناراحت شدم و من چند ساعت واسش وقت گذاشته بودم واسه این آرایش. بهم گفت نکنه تو افغانستان این آرایش خیلی مده. خیلی بهم برخورد و رفتم تو اتاق و تا اینه با خودم گفتم اگه همونجا میموندم خیلی بهتر از این خفت و خالی بود. پسر فکر میکنه کی هستش؟ یه پسر از خود راضی و مغرور. هم ازش به هم میخورد. آخه فکر کرده کیه؟ با پول میتونه همه رو مسخره کنه. یه دفعه در اتاق باز شد و اومد داخل. گفت داشتی چی میگفتی؟ ترسیده بودم و که زد زیر خنده و گفت من دوست نداشتم مسخرت کنم و گفتم اما خداییش خودت نگاه کن، تو آینه خودتون نگاه کن، خندت نمیگیره؟ فرزادم بهم گفته بود احترامشون نگه دارم. در این صورت خبری از پول نبود. خودم فرزادو لعنت میکردم که منو تو چه گرفتاری انداخته و تا خانم اومدن کنارم و از با نگاهی از بالا پایین بهم انداختن و کل آرایش صورتمو پاک کردن و از اول آرایشم کردن. وقتی کارشون تمام شد به مهدی هم گفتن، به متین هم گفتن بیان داخل که نظر بده. وقتی متین منو دید گفت فوق العاده شدی عزیزم، از همیشه زیباتر و خوشگل‌تر شدی. متین انامون دو تا خانمو داد و رفت به کارشون که نگاهی به لباسم انداخت و گفت زیادی پوشیده هستش و یه لباس جدید برات آماده کردم، باید اونو بپوشی. گفتم خواهش میکنم، همین لباس برای من مناسب تره. من تو این لباسا راحت نیستم و معذبم. گفت حرف نباشه، هر چی من میگم باید بگی چشم. راحتی رفتم داخل عمارت و تو اتاق بالا
از چقدر لباس اینجا بود. هر کدوم رو میپوشیدم میباید برم جلو آقا تا نظر بده ببینه خوبه یا نه. تا اینکه از بین این همه لباس مشکی که قسمت روی سینه هاش لباس خیلی باز بود و پوشیدم. خیلی بهم نیومد. با پوست سفید و اندام توپرم تناسب خوبی برقرار کرده بود و وقتی فرزاد منو دید اصلا میگفت این خیلی عالی و خیلی بهت میاد. خلاصه بعد از خستگی زیاد شب شد و مهمونا یکی یکی اومدن و متینم بهشون خوش آمد میگفت و مهمونی بیشتر شبیه پارتی بود تا یه مهمونی ساده. به فرزاد اجازه ورود نداده بودن و ولی کاش که بود. هوامونو داشت. هوای منو حداقل داشت. یه آهنگ پلی شد و همه اومدن وسط. متینم دست منو گرفت و گفت بیا با هم برقصیم و شروع کردیم به رقصیدن. زیاد بلد نبودم ایرانی برقصم و متین گفت نیازی نیست تو حرکت کنی و فقط کمر منو بگیر و جابجا شو. به چشام نگاه کن و آهسته سرمو بالا بردم و به چشماش زل زدم و متینم همینطور. اون لحظه شجوری شد و احساس میکردم قلبم داره تون میزنه و بدنم داغ شده بود. اولین بار بود. شبیه حس عاشق شدن بود و متین منو بیشتر کشید سمت خودش و صورتشو نزدیک صورتم کرد و شروع به بوسیدن لبام کرد. منم مجبور شدم برای طبیعی بودن عکس‌العملی نشون بدم و خودم رو رها کردم و متین خیلی جدی به نظر می‌رسید تا اون اصلا لبخند نمیزد و خلاصه کارو جدی گرفته بود. البته من نگاه میکرد لبخند رو لباش بود و وقتی تموم شد و قرار شد شام بخوریم اینجور سر سفره رسیدیم و متین دست منو گرفت و رفتیم سر میز شام. چند تا خانم بودن که مدام به هم نگاه میکردن و بهم گفتن نمیخوای بگی چطوری با هم آشنا شدین. متین در مورد آشنایی چیزی بهمون نگفته. بهشون گفتم اگه مایلید بعد از شام در موردش صحبت کنیم و متینم از این جوابم تعجب کرد و عکس العملم تا اون لحظه خوشش اومده بود و لبخند رضایتی زد و نوشیدنی رو داد دستم. بعد از شام خانوما دست بردارم نبودن و دوباره اومدن پیشم و سوالایی میپرسیدن که متوجه نمیشدن و اینجوری از جواب دادن به سوالشون تفره میرفتم و به همه‌شون بهم تبریک گفتن و دعا میکردم که تا آخر مراسم سوتی ندم. مهمونی تموم شد و همه مهمونا کم کم داشتن میرفتن. آخر شب بود. حدوداً ساعت 1 بود. وقتی همه رفتن متینم خودشو انداخت روی مبل و گفت آخرش راحت شدم. من نشستم و گفتم آقای شایسته مهمونی تموم شد. من اجازه دارم برم. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم قرار این بود که بعد از مهمونی برم دیگه. و قرار بود دهد نقش بازی کنم و گفت حالا میخوای کجا بری؟ جایی داری بری؟ چکو داد دستم و نزدیک صورتم شد و گفت اگه بتونی یه مهمونی دیگه هم شرکت کنی ممنونت میشم و پول بیشتری هم بهت میدم. من که خوشحال بودم و راضی بودم قبول کردم. گفتم حالا کجا میشم لباسمو عوض کنم؟ گفت اتاق بالا. لباس تنگ بود و هیچ جوری نمیتونستم از تنم درش بیارم و یه زیپ پشتش بود و دستم نمیرسید. حدوداً ساعت 1 بود و همه خدمه‌ها رفته بودن و جز متین کسی داخل عمارت نبود. مجبور شدم با همون لباسا رفتم پایین و گفت چرا لباس رو در نیاوردی؟ گفتم یه مشکلی هستش و نمیتونم زیپ لباسو باز کنم. خرید و گفت بیا من برات باز میکنم و ما رفتیم سمتش و همینجور که داشت زیپ لباسو پایین میکشید صدای نفسای داغش بیشتر میشد و اومد نزدیک گردنم گفت نمیشه واقعا امشب مال من باشی و شروع کرد گردنمو خورد و هر کاری میکردم که از بغلش بیرون بیام ولی خب اجازه نمیداد. با اجبار اون شب با متین نزدیکی کردم و البته خودم هم بدم نمیومد چون یه جورایی بهش علاقه‌مند شده بودم و اون شب دیر وقت شده بود و آقا متین اجازه نداد برم خونه و تا صبح با هم کارای خاک برسری کردیم. صبح روز بعد داشتم میرفتم که آقا متین قرار مهمونی شب جمعه رو بهم یادآوری کرد و گفت یادت نره و گفتم باشه. رفتم و فرزاد اومد دنبالم. اصلا احوال خودم رو نپرسید و گفت بهم چکو بده و گفتم بذار برسیم خونه. چکو گرفت و با خوشحالی گفت ای دختر گل کاشتی. تو همین قرار اول گفتم این پولو به من بده. گفتم بهت نمیدم و نگران نباش میرسیم خونه با هم راجبش صحبت میکنیم. وقتی رسیدیم خونه زیبا خانم بهم گفت معلومه کجایی دختر. خیلی نگران شدم و بهش گفتم حسابی درگیر کار و اینا بودیم و فرزاد گفت من خستم و میرم اتاقم کمی بخوابم. منم رفتم بخوابم اما اصلا خوابم نمیبرد. مدام به نزدیکای دیشبم با متین و اتفاقای دیشب فکر میکردم. با خودم میگفتم اگه فرزاد بخواد منو به کسی دیگه بده به هیچ عنوان نمیتونم و تا اینکه خدا رو شکر اون هفته فرزاد زیاد بهم گیر نمیداد و فکر کنم حسابی درگیر 100 میلیون شده بود و گفتم یه مهمونی دیگه هم متین داره و باید برم. گفت چقدر قراره بهت بدم و گفتم نمیدونم فکر کنم همین قدری که داده. فرزاد گفت بذار من قراردادو اوکی کنم. از حرفش کلا خندم گرفت. کی برای این کارا قرارداد اوکی میکنه؟ آخر هفته شد و من برای مثل دفعه قبل رفتم عمارت تا آرایش کنم و لباس مناسب بپوشم. این مهمونی با مهمونی دفعه قبل فرق داشت. همه لباسای ناجور پوشیده بودن و رفتم طبقه بالا تا ببینم متین کجاست. نیومده بود استقبالم. همینجور که داشتم توی راهرو میرفتم
صدای آهونا رو شنیدم. آهسته در رو باز کردم و دیدم متین داره با یه دختر جوان نزدیکی میکنه و حسابی دارن لذت میبرن. دست و پام خوش شده بود و من احمق و بگو که فکر میکردم عاشق من شده و نمیدونم که چون حرفای احساسی زیاد بهم نزده بود و خلاصه فکر میکردم عاشقم شده. چرا یه جوری از رابطهشون نفرت داشتم و صدامو صاف کردم و وقتی منو دیدن به خودشون اومدن و دختره با حالت عصبانیت بهم نگاه میکرد. گفت این کیه؟ متین حالش بد شد و با تعجب گفت نازدمه، برو بیرون. خودش لباساشو پوشید و اومد جلوم وایساد و با حالت عصبانیت گفت دیر کردی خانم. به ناراحتی گفتم امشب نمیتونم برات نقش بازی کنم، ولی متین گفت باشه. فقط همین امشب و با تعجب پرسیدم که میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ شما که با این دختر نزدیکی داری چرا منو به عنوان نامزد معرفی میکنی؟ و گفت اینجوری میگم که تا توقع ازدواج نداشته باشن و بفهم برای عشق و حال میخوامشون. هم گفتم تو چقدر مریضی. تو راه با گوشه چشم اشکامو پاک میکردم و رفتم پایین. دختر مدام بهم نگاه میکرد و هیچی بهش نگفتم و طبق عادت و رسوم به مهمونا خوش آمد گویی گفتم و صداهایی رو میشنیدم که میگفتن آقای شایسته چرا باید با یه دختر افغانستانی نامزد کنه در حالی که تو ایران براش سر دست میکشن. مشغول مهمونی بودیم که یه پسر اومد کنارم نشست و گفت چند وقت با آقای شایسته نامزدی؟ و گفتم تقریبا 2 ماه. گفت چقدر میگیری که بهش خیانت کنیم؟ و داشتم شاخ در می آوردم. بهش گفتم نمیترسی که بهش بگم؟ گفت نه، میدونم که دلق نیستی. با تعجب گفتم چجوری خیانت کنم؟ و گفت هر روز سری اطلاعاتو به ما بده. با حالت عصبانیت گفتم شما منو چی فرض کردید؟ به نامزد خودم خیانت کنم؟ با عصبانیت از کنارش بلند شدم و مهمونی تموم شد و همه رفتن. شب شده بود و بهم گفت با اون دوستم داشتی چی میگفتی؟ گفتم کدوم دوستتون آقا؟ گفت همونی که اومده بود کنار نشسته بود. و گفتم هیچی. میگفته چند وقت با هم نامزدید؟ گفتم 2 ماه. گفت خوب کاری کردی که حاضر نشدی بهم خیانت کنید. و اون موقع فهمیدم که اونو برای امتحان کردن من فرستاده بود و اومد نزدیکم و منو کشید تو بغلش. داشتن تحریک میشدم و خودم عقب کشیدم. گفتم هر کاری که گفتید انجام دادم. فکر کنم شب دیگه با من کاری ندارید و میخوام برم. گفتم لطفا اجازه بدید برم. شما که نیازتون رو با یه دختر دیگه برطرف کردین و دیگه نیاز به من نداری. بلند شد و خندید و گفت نکنید داری من حسادت میکنی. من با شما سنتی ندارم که حسادت کنم و من یه کاری قرار بوده انجام بدم و الانم کارمو انجام دادم و میخوام برم. با عصبانیت گفت چقدر بلبون زبون شدی، حواست باشه تو خونه کی هستی. و اومد نزدیکتر و دستشو کشید دور کمرم و به زور بغلم کرد و برد داخل اتاقش. در اتاق قفل کرد و گفت با خودش گفت با زبون خوش کنار میایی و با هم نزدیکی میکنی یا به زور باهات نزدیکی میکنی؟ و گفتم تو رو خدا بذار من برم. قرارمون یه نامزدی ساده بود و دیشب اشتباه کردم. شهوت جلو چشاشو گرفته بود و نمیدونست داره چی کار میکنه. منو به پشت انداخت و اصلا درو بست و تا میتونست تا ته فرو کرد. از درد آه و ناله میکردم و بعد از 1 ساعت و 1/2 نزدیکیمون تموم شد. بدنم بی‌حس شده بود و اصلا نمیتونستم راه برم. از خلاصه یه جوری با هم نزدیکی کرد و یه جوری کاراشو انجام داد. اصلا به زور راه میرفتم و چیز بزرگی هم داشت. به فرزاد زنگ زدم و گفتم بیا، ولی جواب نداد. اسنپ گرفتم و رفتم خونه. فرزاد و مامانش خوابیده بودن و آهسته رفتم تو وسایلمو جمع کردم و گریه میکردم و میدونستم زندگی کردن با فرزاد باعث میشه هر روز زندگیم اینجوری باشه و زندگیم همینجوری میشه. از خونه با یواشکی زدم بیرون و تاریک بود و از طرفی هم میترسیدم، اما میدونستم اگه صبح بشه فرزاد نمیذاره برم و مدام ازم سوء استفاده میکنه تا از من پول در بیاره. خلاصه چند روز به تماس‌ها و پیام‌های فرزاد جواب ندادم و خونم هر جا میرفتم گیرم نیومد و تا اینکه یه پیرزن مهربون که تنها بود و بچه نداشت رو پیدا کردم و بعد از اینکه داستان زندگیمو شنید قبول کرد تا خونه بهم بده و یه اتاق بهم داد و منم ترشی درست کردم و از مامان فرزاد یاد گرفته بودم و تصمیم گرفتم که ترشی درست کنم. من ترشی درست می‌کردم و حاج خانم برام میفروخت و فرزاد بهم زنگ میزد و پیام میداد و گفت منم بهش میگفتم که دیگه به خودت و خونتون احتیاجی ندارم و اگه میخواستم از این جور کارا بکنم تو کشور خودم و خونه خودم انجام میدادم و از خونه شوهرم فرار نمیکردم. درست همسر قبلی مدام ازم نزدیکی میخواست و منو اذیت میکرد. میتونستم تحمل کنم تا اینکه با چند نفر باشم و خلاص سیم کارتمو شکستم و خطمو خاموش کردم و دیگه نیازی به فرزاد و امثال فرزاد نداشتم و این ماجرا رو تعریف کردم تا کسی مثل من قربانی کسایی که به فکر پول اینا نشید و تن آدمیزاد با هیچ چیزی قابل عوض کردن نیست و خلاصه به خودتون ارزش بدید و امیدوارم داستان من
درس عبرتی بشه و از داستان من استفاده کنید. خب رفقا، این ویدیو به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتید داستان‌های واقعی خودتون رو با آدرسی که داخل توضیحات همین ویدیو قرار میدم بفرستید تا داخل کانال قرار بدیم. تا ویدیو بعدی و داستان بعدی، خدا نگهدار.